سلام استا، خسته نباشی. طرز بستن کمربند ایمنی کار در ارتفاع داربستبندی رو توضیح بده. این که بالا کمربند باید اول از این خیالتون راحت باشه، اطمینان کامل داشته باشید که همین خراب نشه. بعد کمربند دو تا بند حمایل داره برای بالا، بعد دو تا هم که همیشه رنگشون هم فرق میکنه به این طریق برای پایینه. همینو به این راحتی آسون مثل یه لباس پیدرسون اینجوری پهنش میکنی آماده. اول همین که رنگش فرق میکنه در حمایل بالا بسیار بسیار کار راحتیه، یعنی هیچ کار نداره. بعد این سمت اینو باید خیلی سری محکم ببندید دوستان. همیشه اینو باید تنظیم کنید با سینت. اینا باید نباید تنگ باشه، اینا باید آزاد باشه در جوری که میخواید سریعان اذیتتون نکنه. اینو باید از اینجا بیارید. بعضی اصلا دوستان پایین بیارم با اون کمرشو اذیت میکنم. همیشه هم به خاطر که میخوایی کارتو اینجوریش میکنی این دیگه خیالتون راحت. قربون شما.